باند سارقان زورگیر خشن در استان گلستان معروف به باند دالتون ها با تلاش پلیس آگاهی استان گلستان شناسایی و اعضای این باند دستگیر شدند. خدمتتون عرضم که در چند ماه اخیر ما مواجه شدیم با یک سری از سرقت‌های خشن و سرقت‌های به عنف که متاسفانه این سرقت‌ها در آخرای شب ساعت 11 شب 12 شب به بعد اتفاق می‌افتاده و سبک و سیاق سرقتش به این شکل بوده که 4 نفر با 2 موتورسیکلت زمانی که می‌دن یک فردی به صورت پیاده داره از یک محلی گذر می‌کنه که از روشنایی کمی برخورداره بهش حمله می‌کردن و خب سعی به سرقت موتورسیکلت و گوشی موبایل نفر می‌کردن. چنانچه نفر مقاومت میکرد سوژه رو با قمه، چاقو و تبر زخمی میکردند و موتورسیکلت و اشیایی که داشت رو به سرقت میبردند. خب این موضوع در دستور کار کارآگاهان مبارزه با سرقت ما قرار گرفت. با تلاش‌های شبان روزی نفرات شناسایی شدند که دیدن یک باندی هست که خودشون رو مشهور کردن به باند دالتون ها که الان هم وایستادن کنار دیوار، تقریبا سبک و سیاقشون خوب به ترتیب قدم وایستادن. اینا برای خودشون اسکوزاری کرده بودن، شناسایی شدن، دستگیر شدن. خب به محض دستگیری بچه‌ها به مخفیگاهشان رفتن. بعد رصدی کردن 9 نفر مالخر دستگیر کردن که این 9 نفر مالخر هم از تبعهای غیر مجاز افغان بودن که رد مرز شدن و یک نفر که برای این باز اتباع بیگانه شناسنامه تهیه می‌کرد، مدرک شناسایی تهیه می‌کرد و سیم کارت تهیه می‌کرد که اون نفر هم دستگیر شد. در نهایت 9 دستگاه گوشی موبایل، 4 دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف شد و به مالباختگان مسترد شد. ما تو پرونده‌های خب سرقت‌های مسلحانه تا امروز 101% از پرونده‌ها ما کشف شده. تو جرایم خشنی مثل سرقت به عنف و زورگیری 79% و در بقیه پرونده‌ها سرقت‌های معمولی 62% از پرونده‌ها ما کشف شده که 20% کاهش وقوع داریم و کشف به کشف ما 22% نسبت به پارسال افزایش کشف داریم. شما فکر کن خواهرت، مادرت، برادرت، خواهرت دارن از یه خیابانی رد میشن. یک نفر با چاقو و یا قمه به این نفر حمله کنه چه حالتی میشی؟ غیرت داری؟ خب رگ غیرتت به جوش میاد یا نه؟ خب پشیمونی برای چی این کارو کردی؟ اشتباهی شد. فکر میکردی گیر قانون بیفتی؟ میدونی که خیلی سخت‌تر از اون مجازات میشی؟ چند سالته؟ 23 سالته. سابقه هم داری یا نه؟ نه. خب کی بهت این انگیزه رو داد؟ کی بهت پیشنهاد کرد که باید اینجوری سرقت کنی؟ اونم سرقت خشن. حالت طبیعی نبودیم جناب. حالت طبیعی نبودین. چی مصرف کرده بودید؟ قرص. قرص چی؟ کرونا روانگردان. یعنی الان اون قرص زمانی مصرف کردی چرا نرفتی پیاز بخوری؟ چرا خودت نزدی؟ چرا مادرت، خواهرت، برادرت نزدی؟ چرا به مردم حمله کردی؟ اگر حالت طبیعی نداشتی چجوری میدونستی که این گوشی ارزش داره، این موتورسیکلت ارزش داره که سرقت کنی؟ پشیمانی؟ سر کار نمیرفتی؟ بیکار بودی؟ سر کار میرفتیم، یه مدتی بود قرص مصرف میکردیم دست خودمون نبود. سر کار چی میرفتی؟ شغل چیه؟ آزاد چی؟ شغل چی بوده؟ چی بسر چند سالته؟ 19 سال. تو با چی حمله میکردی به سمت مردم؟ تو دست خالی حمله میکردی؟ پس چاقو و قمه دست کی بوده؟ پس این چاقو و قمه‌ای که گرفتن مردمی که شما رو شناسایی کردن رفیقات اعتراف کردن اینا چی میگن؟ نمیدونی؟ تو 19 سال کی بهت گفت اصلا بریم سرقت کنیم؟ شما هم قرص روانگردان استفاده میکردی دست خودت نبود. خب اگه دست خودت نبود چرا رفیقات نزدی؟ فکر میکردی یک روز اینجور گرفتار بشی؟ یعنی این همه شما گزارش میبینی، فیلم میبینی، این همه تصویر میبینی تو صدا سیما، این ور اونور میاد سارقا رو میگیرن، امروز نه فردا نه، یک ماه دیگه 20 روز دیگه. فکر نکردی روز دستگیر میشه؟ فکر پدر مادرتو نکردی؟ چه توصیه‌ای داره واسه کسایی که تو فکر سرقتن یا میخوان سرقت انجام بدن؟ چه توصیه؟ یکم بلندتر. در عبرتی بشه.